داستان زیبای نسوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد. مردی که سالیان سال همه را فریب داده بود نسوح نام داشت. نسوح مردی بود شبیه زنها، صدایش نازک بود، صورتش مو نداشت و اندامی زنانه داشت. او با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار می کرد و هیچ کس از وضع او خبر نداشت. او از این راه هم امرار معاش می کرد و هم برایش لذت بخش بود. گرچه چندین بار به حکم وجدان از کارش توبه کرده بود، اما هر بار توبهش را می شکست. او دلاک و کیسه کش حمام زنانه بود. آوازه تمیزکاری و زرنگی او به گوش همه رسیده و زنان و دختران و رجال دولت و اعیان و اشراف دوست داشتند که وی آنها را دلاکی کند. آوازه او تا کاخ شاهی آن شهر رسیده بود و روزی در کاخ شاه صحبت از او به میان آمد. آنگاه دختر شاه به حمام رفت و مشغول استحمام شد. ناگهان صدای قیل و قالی بلند شد و در آن میان زنی جار زد که گوهر گرانبهای دختر پادشاه گم شده است. در حمام را ببندید و نگذارید کسی خارج شود تا جامه و بقچه حاضران را وارسی کنیم. بقچه ها را روی زمین ولو کردند و جامه ها را به دقت گشتند، اما از آن گوهر خبری نشد. ناچار گفتند همه باید برهنه شوند و یکی یکی مورد بازدید قرار گیرند. نسوح با شنیدن این حرف به کلی خود را باخت و آرام و آهسته به گوشه خلوت حمام رفت و در حالی که بدنش مثل بید می لرزید، با تمام وجود و با دلی شکسته خدا را طلبید و گفت: خداوندا، گرچه بارها توبه‌ام را شکستم، اما تو را به مقام ستاریت این بار نیز فعل قبیح هم بپوشان تا زین پس گرد هیچ گناهی نگردم. و از خدا خواست که از این غم و رسوایی نجاتش دهد. نسوح از ته دل توبه واقعی نمود. در این اثنا نوبت وارسی نسوح رسید. زنی نام او را صدا زد، اما همین که او نام خود را شنید از ترس بند دلش پاره شد و بر کف حمام افتاد و از هوش رفت. در این فاصله زنی جار زد که مژده دهید، مژده، گوهر پیدا شد. ناگهان در حمام ولوله‌ای افتاد. زنان دستک زنان شادمانی خود را از یافته شدن گوهر اعلام کردند و نسوح نیز در فضای آکنده از شادمانی به هوش آمد و دید که خطر از کنار گوشش گذشته است. نسوح خسته و نالان شکر خدا را به جا آورد و از خدمت دختر شاه مرخص شد و به خانه خود رفت. او عنایت پروردگار را مشاهده کرد. این بود که بر توبه‌اش ثابت قدم ماند و فوراً از آن کار کناره گرفت. تا اینکه چند روزی از غیبت او در حمام سپری نشده بود که دختر شاه او را به کار در حمام زنانه دعوت کرد و نسوح جواب داد که دستم علیل شده و قادر به دلاکی و مشتمال نیستم و دیگر هم به حمام نرفت. هر مقدار مالی که از این راه کسب کرده بود در راه خدا به فقرا داد. چون زنان شهر از او دست بردار نبودند و او نیز نمی توانست رازش را به کسی اظهار کند، از شهر خارج شد. او در کوهی که در چند فرسنگی آن شهر بود سکونت اختیار نمود و به عبادت خدا مشغول گردید. شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: ای نسوح، تو چگونه توبه کرده ای؟ حال آنکه گوشت و پوست تو از فعل حرام روییده شده است. تو باید چنان توبه ای کنی که گوشتهای حرام از بدنت بریزد.
همین که از خواب بیدار شد با خودش قرار گذاشت که سنگ‌های سنگین حمل کند تا گوشت‌های حرام تنش را آب کند. نسوح این برنامه را مرتب عمل می‌کرد تا در یکی از روزها همانطوری که مشغول به کار بود چشمش به میشی افتاد که در آن کوه چرا می‌کرد. از این امر به فکر فرو رفت که این میش از کجا آمده و از آن کیست. عاقبت با خود اندیشید که این میش قطعاً از شبانی فرار کرده و به اینجا آمده است. بایستی من از آن نگهداری کنم تا صاحبش پیدا شود. لذا آن میش را گرفت و نگهداری نمود. آن میش زاد و ولد کرد و نسوح از شیر آن بهره‌مند میشد تا سرانجام کاروانی که راه را گم کرده بود و مردمش از تشنگی مشرف به هلاکت بودند عبورشان به آنجا افتاد. همین که نسوح را دیدند از او آب خواستند و او به جای آب به آنها شیر داد. آنگاه همگی سیر شدند و راه شهر را از او پرسیدند. وی راهی نزدیک را به آنها نشان داده و آنها موقع حرکت هر کدام به نسوح احسانی کردند. نسوح در آنجا کاروانسرایی بنا کرده و چاه آبی حفر نمود و کم کم در آنجا کاروانیان می آمدند و چند روزی استراحت می کردند و همگی به چشم بزرگی به او می نگریستند. رفته رفته آوازه خوبی و حسن تدبیر او به گوش پادشاه آن عصر رسید. شاه از شنیدن این خبر مشتاق دیدار او شد. دستور داد تا وی را از طرف او به دربار دعوت کنند. همین که دعوت شاه به نسوح رسید نپذیرفت و گفت من کاری و نیازی به دربار شاه ندارم و از رفتن نزد سلطان عذر خواست. مأمورین چون این سخن را به شاه رساندند شاه بسیار تعجب کرد و اظهار داشت حال که او نزد ما نمی آید ما می رویم او را ببینیم. پس با درباریانش به سوی نسوح حرکت کرد. همین که به آن محل رسید به عزرائیل امر شد که جان پادشاه را بگیرد. پس پادشاه در آنجا سکته کرد و نسوح چون خبردار شد که شاه برای ملاقات و دیدار او آمده بود در مراسم تشییع او شرکت کرد و آنجا ماند تا او را به خاک سپردند. و چون پادشاه پسری نداشت ارکان دولت مصلحت دیدند که نسوح را به تخت سلطنت بنشانند. نسوح چون به پادشاهی رسید بساط عدالت را در تمام قلمرو مملکتش گسترش داد و بعد با همان دختر پادشاه که ذکرش رفت ازدواج کرد. در بارگاهش نشسته بود که ناگهان شخصی بر او وارد شد و گفت چند سال قبل میش من گم شده بود و اکنون آن را نزد تو یافتم. مالم را به من برگردان. نسوح گفت درست میگویی و دستور داد تا میش را به او بدهند. آنگاه آن شخص گفت بدان ای نسوح نه من شبانم و نه آن میش است بلکه ما دو فرشته برای آزمایش تو آمده ایم. تمام این ملک و نعمت اجر توبه راستین و صادقانت بود که بر تو حلال و گوارا باد.